همزمان با میلاد پیامبر بزرگ اسلام در بیشتر ولایت‌ها به مناسبت گرامی داشت از این تاریخ برنامه‌هایی برگزار می‌شود. در هرات نیز علمان دین و باشندگان این ولایت در یک همایش بزرگ تحت نام پیامبر رحمت محور وحدت میلاد پیامبر اسلام را گرامی داشتند. در این برنامه شماری از علما با اشاره به جایگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند یاد بود از این شخصیت بزرگوار لازمه همه امت اسلامی است. محافل میلاد در واقع یادبود از پیامبر خدا علیه السلام است و همچنین در این محافل از سیره پیامبر، از سنت‌های پیامبر علیه السلام یاد میشه. اطفال، نوجوانان و جوانان و بزرگان ما استماع میکنن، گوش میکشن، علاقه از اونا، عشق از اونا بیشتر به پیامبر علیه السلام ثابت میشه و اونا رفته کوشش میکنن که مسیر پیامبر علیه السلام را ادامه بدن. این همایش بزرگ که در مرکز شهر هرات برگزار شد، علمان دین در این برنامه بر وحدت، اتحاد و یکپارچگی در میان مسلمانان تاکید کردند. قطعاً این همایش در راستای ادا کردن حق برادریه. ما در این همایش ما این به عزیزان و سروران خود، برادران عزیز ما از اهل سنت اعلام کنیم که شما نفس و جان ما هستیم، شما برادر ما هستیم، ما عاشقانه شما رو دوست می‌داریم و حاضریم برای برادر اهل سنت خود در گوشه و کنار دنیا جان بدیم. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این مراسم برگزاری چنین برنامه‌هایی را برای شهروندان اثرگذار می‌خوانند. نسل آینده ما از سیرت و صورت نبی کریم صلی الله علیه و سلم معلومات حاصل کنند و همین میلاد النبی صلی الله علیه و سلم تجدید از این محفل گرفتن از این باعث از این میشه که معلومات و اخلاق و کردار نبی کریم صلی الله علیه و سلم در جامعه بیشترتر معرفی میشه، معلومات بیشتر کسب میشه. خیلی خوب است، واقعا باید همچین محافل باید برگزار بشه که امو نسل‌های آینده ما امو سیرت پیامبر رو بدانند و همچون اخلاق کنا داشتن باید از اونا برداشت بشه و واقعا مفید است. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 12 ماه ربیع الاول تولد شد و روز تولد او یکی از مهمترین و مبارکترین روزها در تقویم اسلامی است. در این روز و سراسر ماه ربیع الاول مسلمانان در سراسر جهان به یاد بود ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم